سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو امروز. من صدفم و تو ویدیو امروز میخوام بهتون چهره گست میتیک رو نشون بدم که ویدیوش تازه منتشر شده. همراه با ترجمهش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو روشن کنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. راستی به زودی قراره کاسامون بذاریم به داخل تلگرام و اینستاگرام، لینکش رو میذارم، لینکش تو کامنت اول زیر ویدیو هم هست. خیلی زود میریم سر اصل مطلب. نمیخوام اصلا وقت رو تلف کنم. بالاخره بعد از کلی منتظر بودن و انتظار گست میتیک به صورت رسمی و کامل رونمایی شده و این ویدیویی که کالاستریشن به صورت رسمی منتشر کرده و قرار داخل سیزن 7 اسکین گست میتیک رو شاهدش باشیم با این استایل و قیافه که کل بدنش تو حالت آپگرید شده، آتیش میگیره و اسکین آتیشی میشه. با 7000 خورده این پولش کنید، با حدود 12 که میتونید آپگریدش کنید. ترجمه حرفای امونی که میزنه میشه تراژدی و خیانت یک ننگ بزرگ است، به کورکورانه پیروی میشود و این روش حقیقی شریعتی است. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. لایک و کامنت فراموش نشه، زنگوله رو روشن کنید. فعلا خداحافظ.